تلگرام کانال خدمات مشترک مطبوعات دادگاه ولایت پسکو روسیه روز 3 دکامبر خبر داد که دادگاه نویه زبیش این ولایت پرونده دو شهروند تاجیکستان را که به قاچاق مبلغ خیلی بزرگ پول نقد $114,000 از طرف گروه افراد با مصلحت پیشکی ایبدار می شود برای بررسی قبول کرده است. به این دو تاجیک بر اساس قسم دویم ماده 200 کودکس جنایتی روسیه همچون جزا جریمه به مبلغ از 10 تا 15 مرتبه بیشتر از مبلغ قاچاقی از دست آنها گرفته شده، یعنی از 1 تا 1.6 میلیون دلار و یا محدود کردن آزادی یا کارهای مجبوری به مهلت تا 4 سال تهدید میکند. بنا به فریضه مقامات تفتیشاتی ماه سال 2021 این دو شهروند تاجیکستان توسط گذرگاه براچ که در درون ماشین مرسدس $114,000 را غیر قانونی از مرز گذرانند ولی به دست افتادند. تفصیلات دیگر پرونده و همین طور نظر شهروندان تاجیک به قاچاق ایبدار شده دسترس نیست. گذرگاه براچ که در مرز روسیه با لاتویا جایگیر شده است، شهروندان تاجیکستان با چنین مبلغ‌های بزرگ به لاتویا اساساً برای خریدن ماشین‌های کهنه خارجی اساساً ساخت اروپایی می‌روند. لاتویا یک بازار عمده فروش ماشین‌های کهنه از سراسر اروپا جمع آورده برای ماشینخران از کشورهای شوروی سابق به شمار می‌رود. بر علاوه جریمه هنگفت تا 1.6 میلیون دلار آن $114,000 از این دو شهروند تاجیکستان در مرز لاتویا گرفته شده را نیز می‌توانند به فایده دولت مصادره کنند.